امریکا در عصر 16. اگر به عصر 16 امریکا نظر افکنیم می‌بینیم جنگل‌های انبوه، حیوانات گوناگون فراوانی است، اما آدمان کمند. آدمانی در اینجا بوده همان بومیان امریکایی اند که 1000 سال حیوانات این منطقه را شکار کرده می‌خوردند. از حیوانات گوناگون در اینجا آهو، گوزن، اسبان وحشی و دیگر حیوانات زیاد به چشم می رسیدند. بومیان امریکای شمالی قریب که کشاورزی نمی کردند، زیرا همه چیز بود برای استعمال آنها، برای رهایی از گرسنگی. در اینجا سوالی به میان می آید: چرا این گونه فراوانی در امریکا بود، نه در آسیا و نه در اروپا؟ در همین عصر، یعنی در عصر 16، اگر ما نظری افکنیم به اروپا و آسیا یا اینکه به خاور میانه، این گونه نبود. شهرها جمعیت‌های زیاد داشتند، اما این گونه جمعیت‌های سیراحوالی در امریکا دیده نمی‌شد. از همین حساب این زندگی آسایشته و فراوان تا کی بود؟ تا آمدن اروپایی ها به امریکا می آیند، می بینند فراوانی، می گویند آبا چقدر فراوانی است. این خبر به اروپا می رود، اما سرازیر می شوند به کجا؟ به امریکا. آدمانی که از اروپا به اینجا سرازیر شدند کیها بودند؟ همان هلندی ها، اسپانی ها، پرتغالی ها، آلمانی ها و دیگران. ناگفته نماند که اروپایی ها از اینجا، یعنی از امریکا، کارتاشکا را به قطعه خود میبرند و به دیگر نقاط عالم پهن می شود. اگر درباره شکار اروپایی ها در این سرزمین گوییم، آنها بودند که چندین حیوانات نادر را در این سرزمین کم کرده از میان بردند. سال 1870 دولت وقتی امریکا پیش این گونه شکارهای بیرحمانه را میگیرد.